سلام، چطوری بچه خوبی؟ بریم با یه ویدیو دیگه. خب من قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم یه چند تا طراحی انجام دادم دستم گرم بشه تا خیلی سوتی ندم در جریان ویدیو. بریم تا ببینیم که به چه شکل. اینوری نه اینوری، این مزاحم دستمه. با ویدیوهای طراحی رو با پورتره شروع میکنم که فکر میکنم سوژه جذابتری واسه علاقه‌مندان به طراحی. خب این که از کجا بخوام شروع کنم دقیق نمیدونم، همینجور رندوم شروع میکنم، ولی خب پورتره است دیگه. بعد حالا اون داده هایی که دارم، اون چیزهایی که تا به امروز یاد گرفتم رو سعی میکنم در خلال طراحی بگم. احتمالاً اول برم سراغ چشم. خیلی دوست دارم، کلا نمیدونم چرا توضیح دادن این که چشم چه فرمی داره، اینو سر کلاس ها هم خیلی حال میکنم وقتی دارم توضیحش میدم. خانوم ایرانی تور رو طراحی کنیم. الان یکی میگه کی گفته خانوم ایرانی اینجوری هن؟ نه، هیترها همیشه هست. خب چشم، اول از همه باید بدونیم که چشم یک کره است که داخل این کاسه چشم، خیلی پیچیدش نکنیم یه وقت سوتی ندیم، داخل کاسه چشم قرار میگیره. کاسه چشم هم استخونش یک همچین فرمی داره و روی این پوست یا پلک میاد و اینجوری روش رو میپوشونم. اینجاش هم یه ذره تکمیل کنم. من خیلی طراحی معمولا سر کلاس طراحی کلاسیک چی بهش میگن، آکادمیک، یه همچین چیزی رو خیلی با اطمینان نمیگم چون واقعا اسم اصلیش رو نمیدونم. اونو تدریس میکنم. خلاصه همون چیزایی که راجع به اون اطلاعات دارم و راجع به این مسائل اطلاعات دارم و میگم. حالا چرا دارم اینجوری صحبت میکنم راجبش؟ واقعا اطمینان آخه مخصوصا این اواخر راجب روند طراحی، این که چه مدل از طراحی 100% درست هست، اینا هیچ اطمینانی ندارم. تا چند سال قبل البته از من میپرسیدین خیلی صریح میگفتم که همینه که هست، همینجوریه طراحی و دیگه خارج از اینم اصلا هر کی اومد به شما هر چی گفت شروور گفته. آره پس چه چشم اینجا بدین شکل است دیگه. لباش هم یه ذره برجستگی داشته باشه. اینجا میبینید یه ذره حس میشه که چشماش رفته توی گودی. کلا خیلی
بحث ژنتیکی به مدل جمجمه طرف خیلی ربط داره، به عضلات اطراف چشمش خیلی ربط داره که چقدر این چشم توی گودی باشه یا نمیدونم گود رفته دیده بشه، یا اینکه نه خیلی دیدید خیلی نرم و بدون گودی خیلی شدید دیده بشه. به این فرم این بخش، این فرم اینجا خیلی ربط داره. هرچند آدمیزاد وقتی که پیر هم میشه، سنش میره بالا، کلا عضلات تحلیل میرن و شما توی آدمای مسن عضلات اطراف چشم رو تحلیل رفته میبینید و خیلی چشمشون رو گود رفته، گود افتاده میبینید. بعد عضلات افتادگی پیدا میکنن. اینجا معمولاً خب اگه ایرانی طور باشه، مثلا روسری داشته باشه از این خانومای قدیمی، یه همچین چیزی. بعد دیگه چی؟ دیگه اینکه چشم تو چه موقعیتی قرار میگیره. ببینید اگر که این کره در واقع این بخش سر باشه، امیدوارم صدام درست ریکورد میشه. میکروفون و تجهیزات و این چیزا ندارم بچه. اگه این سر باشه و این هم این محل برجستگی ابرو باشد، یادداشت کنید بچه ها. این تو آدم ها ثابت نیست، ولی خب بیایم البته این باید یه ذره بزرگتر باشه دیگه. آره خب اینجا محل رویش مو باشه، اینجا هم اندازه بعدی و اینم اندازه بعدی، 1 2 3. تقریبا خطی که وسط اینجا قرار میگیره، در واقع ببخشید توی 1/3 بالای اینجا قرار میگیره، از وسط چشم میگذره. یه نکته، ما آدم های مختلف بچه‌ها، طراح های مختلف این اندازه ها رو متفاوت گفتن. شما به میکلانج مراجعه کنید، اون یه چیزی گفته. به اندرولومیس یا آندره لومیس نمیدونم، به اون مراجعه کنید، اون یه چیزی گفته. بعد بریجمن متفاوت صحبتش، هر کدومشون یه چیزی گفتن. حالا من یه چیز کلی که بین همشون شاید مشترک بوده به اون اشاره کردم. شاید یه بخشیش رو هم دارم حسی اصلا پیش میرم و خیلی مصداق واقعی نداره. شما توی نت سرچ بزنید human یا portrait proportion، تناسبات پورتره، تناسبات فیگور رو از منظر
آدمای مختلف میاره و اونجا میبینید که اصلا یه چیزای عجیب غریبی بعضیا گفتن که بدم نیست، یعنی تناسباتشون، اشاراتشون خیلی بیراه هم نیست. ممکنه یه ذره با ایدئال هایی که ما دیدیم توی مدیا، سوشال مدیا اینا دیدیم، ممکنه یه ذره متفاوت باشه، ولی چندان هم بیراه نگفتن. خب شاید چشم ابروهای این یارو یه جوری شد. دیگه یادم چند دقیقه شد؟ 10 دقیقه شد. شنیدم که ویدیوهای 10 دقیقه‌ای برای یوتیوب چندان چیز نیست، طرفدار نداره، کسی حوصله‌شو نداره. حالا من یه طرح دیگه هم میکشم، اگه حوصله داشتید میبینید، اگرم نداشته باشید خب میزنید میره پی کارش دیگه. یه دوستی اومده بود گفته بود که اونقدر که توی یکی از ویدیوها اینو کامنت گذاشته بود که اونقدر که شما میگید سخت نیست، در صورتی که هدف طرف مشخص باشه. حالا دقیق یادم نیست من توی ویدیو به چی اشاره کرده بودم، ولی مثل این که نمیدونم، حالا به هر ترتیب انگار که من راه رو پیچیده و سخت نشون داده بودم و ایشون گفته بودن که اگه هدف مشخص باشه اوکی، آدم میره و به هدف میرسه. خب من خیلی مخالفتی با صحبتشون ندارم، به خاطر اینکه آره اینم یک نگاهیه بالاخره و میشه با مشخص بودن هدف رفت و رسید به مقصد. اما یه سری سوالات خب از ذهن من میگذره وقتی که یه همچین چیزی مطرح میشه، اینکه آیا چند درصد از آدم‌هایی که وارد این مسیر میشن هدفشون مشخصه؟ بعد آیا صرفا با راهنمایی دادن، یعنی یه آدم با تجربه بیاد و یه سری راهنمایی بده، همه این قابلیت رو دارن؟ چند درصد این قابلیت رو دارن که هدفشون رو پیدا کنن؟ با تجربه من توی آموزش که قطعاً چیز نیست، چی میگم، ملاک نیست، ولی خب چند نفری رو توی آموزش دیدم دیگه، یعنی مراجعه کردن به من که آموزش ببینم توی این مسیر. قاطعانه میتونم بگم بین همون تعداد عده کثیری اصلا هدفشون مشخص نبوده و خیلی هم بعد از آموزش دیدن، حالا اینکه آموزش من نقص داشته که حتما نقص داشته، کیه که کامل باشه، با آموزش دیدن به هدفشون رسیدن، متوجه هدفشون شدن نشدن، اکثریت نشدن. اکثر غریب به اتفاق از یه جای بعد جهان پیش روشون رو گنگ دیدن و منم خیلی چیز نداشتم، یعنی خیلی مصر نبودم که بیام بگم که این راه درسته، شما باید این راه رو برید، چون خودم هم دائم در حال جستجو هم دیگه. من چه میدونم راه درست کجاست، راه هدف اصلی اون هنرجو دقیقاً چیه. من هدف اصلی خودم رو خیلی 100% متوجهش نشدم، چطور میتونم به بقیه بگم؟ یا حتی کلاس ها و جاهایی که
خیلی قاطعانه به هنرجو میگن که اینه و این راه رو برو هم خیلی توصیه نمیکنم به هنرجو. نه اینکه بگم اون بده یا نمیدونم من خوبم، یا خیلی قاطعانه نمیشه گفت. آخه شما سوال بعدی من اینه که با هر میزان آگاهی شما اهدافتون معمولا تغییر میکنه. ممکنه بگید که خب اهداف کوتاه مدت میشه تعیین کرد، درسته، بله، ولی تا کی؟ آگاهی کسب کردن که تهی نداره. همش سوال واقعا خودم هیچ جوابی برای هیچ کدومش ندارم. امیدوارم ویدیو رو ببینید شمایی که یه همچین مسئله ای رو مطرح کردید، بقیه دوستان هم که ویدیو رو میبینن جوابی بدن و هم من از این گمراهی در بیام، یا گمراهی که نمیدونم میشه بهش گفت گمراهی یا نه، کمک کنیم آره به روشن‌تر شدن مسیر همدیگه کمک کنیم. باحال دیگه، همین از مدیا همین استفاده ها رو بکنیم خیلی جالب میشه. آره پس چشم، دوباره اینجا یه دونه چشم دیگه بکشم، ولی این دفعه جدا. اگه این یه کره باشه بچه، کره چشم یه ذره این چیزش برجسته تره، این بخش عنبیه است، چیه اینجا برجسته تره، مردمک اینجا قرار میگیره و حالا این پلک بستگی به آدم داره، باز هم بحث ژنتیکه. بعضیا خیلی عنبیه زیر پلک بالایی قرار میگیره، بعضیا نه، کاملا مشخصه. تعداد کمی هستن که پلک پایینیشون تاثیر خیلی زیادی روی عنبیه بذاره. آره دیگه، ولی به طور معمول عادی وقتی که میبینیم آدما معمولاً این اگه عنبیه باشد درصد کمی ازش زیر پلک بالایی قرار میگیره و یا با خط پایین پلک پایینی مماسه دقیقاً، یا اینکه جداست ازش، یعنی یه فاصله خیلی اندکی باهاش داره. مثلا این اگه خط پلک پایین باشه یه فاصله خیلی کمی ازش داره. همین، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون.